آیا در مورد هدف خود بر روی زمین فکر کرده اید؟ آیا می خواهید بفهمید کی هستید؟ از کجا آمده اید و بعد از این زندگی به کجا می روید؟ در کلیسای عیسی مسیح مقدسین روزهای آخر خداوند حقایق مهمی را آشکار کرده است که به شما در درک این سوالات کمک می کند. ما پسران و دختران روحانی محبوب خداوند هستیم و او ما را دوست دارد و می خواهد مانند او باشیم. ما قبل از این زندگی زمینی با او زندگی می کردیم، جایی که او برنامه‌هایی برای ما ارائه کرده بود تا شادی را تجربه کنیم و شبیه او شویم. ما نقشه او را برای آمدن به زمین انتخاب کردیم و اعتماد کردیم که می‌توانیم دوباره نزد او بازگردیم. عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده ما انتخاب شد و به دستور پدر آسمانی زمین و هر آنچه را که روی زمین است آفرید. خداوند اجسام فیزیکی آدم و حوا، اولین مردم روی زمین را خلق کرد و آنها را در باغ ادن قرار داد. به آنها دستور داد که از میوه درخت معرفت و دانش خیر و شر نخورند، اما شیطان آنها را وسوسه کرد و آنها خوردن میوه را برگزیدند و به خاطر انتخابشان از پیشگاه خداوند بریده شدند. با این حال این رویداد بخشی مهم از برنامه خداوند برای ما است. چون آدم و حوا توانستند بچه‌دار شوند، آنها توانستند خوب، بد، شادی و غم را تجربه کنند و بتوانند یاد بگیرند و پیشرفت کنند. اینها همان درس‌هایی هستند که ما اینجا هستیم تا در زندگی زمینی آنها را بیاموزیم. ما اینجا هستیم تا بدن فیزیکی به دست آوریم و آنچه را که زندگی ارائه می‌دهد تجربه کنیم. ما یاد می‌گیریم که از اعتقاد و اختیار خود برای اعتماد به خدا و پیروی از دستورات او استفاده کنیم. هر تجربه فانی می‌تواند به ما کمک کند بیشتر شبیه پدر خود در بهشت شویم و ما را برای دیدار دوباره با او آماده می‌کند. در حالی که خداوند می‌دانست که ما در این زندگی کامل نخواهیم بود، بنابراین او پسر محبوب خود عیسی مسیح را فرستاد تا نجات دهنده ما باشد. او بهای گناهان ما را متحمل شد تا بتوانیم هنگام توبه و روی آوردن به او آمرزش دریافت کنیم و پاک شویم. رستاخیز او از مرگ به همه ما این امکان را می‌دهد که زنده شویم و برای همیشه در یک بدن کامل زندگی کنیم. بخشی از خداوند مرگ است، اما پایان آن نیست. پس از مرگ ارواح ما به دنیای ارواح می‌روند، مکانی موقت که می‌توانیم به یادگیری و پیشرفت ادامه دهیم و همچنین به ارواح دیگر کمک کنیم تا درباره عیسی مسیح بیاموزند و انجیل او را بپذیرند. در نهایت همه ما از طریق کفاره عیسی مسیح زنده خواهیم شد. جسم و روح ما در یک بدن کامل با هم متحد می شوند و دیگر هرگز از هم جدا نمی شوند. ما در برابر خدا خواهیم ایستاد و بر اساس اعتقاد، اعتماد، اعمال و توبه خود مورد قضاوت قرار خواهیم گرفت. از آنجا که خدا مهربان است، تقریباً همه مردم در ملکوت خدا جایگاهی خواهند داشت. با این حال کسانی که وفادار هستند می توانند مانند پدر آسمانی شوند و هر آنچه که او دارد و هست را در حالت شادی بی‌پایان به ارث ببرند. من می‌دانم که وقتی تصویر بزرگتری از اینکه چرا روی زمین هستیم را درک کنیم، می تواند به ما در انجام چالش برانگیزترین بخش‌های زندگیمان کمک کند. وقتی متوجه می‌شویم که فرزندان خدا هستیم و تجربیاتمان در زمین به ما کمک می‌کند بیشتر شبیه او شویم، می‌توانیم در هر موقعیتی شادی را پیدا کنیم. من می‌دانم که عیسی مسیح مرکز این طرح است. وقتی به او اعتقاد و باور داشته باشیم و از کفاره او استفاده کنیم، می‌توانیم قدرت آرامش را دریافت کنیم. در مورد این حقایق دعا کنید. شما نیز می‌توانید شادی را پیدا کنید.